بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده 13مین قسمت از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون رتوش هستید. برنامه‌ای که هدفش این هست تاریخ رو به صورت واقعی تقدیم حضور شما بکنه و اگر نقاط ابهامی در تاریخ وجود داره اون نقاط ابهام رو مطرح بکنه و دلایلی که برای اون ابهام وجود داره هم بهش تا اونجایی که نیاز هست نسبت بهش بپردازه. با توجه به اینکه ما تو این ساعاتی که این برنامه به صورت زنده رو اگر دوستانی که دارن به صورت زنده میبینن در آستانه هفتم آبان هستیم. حالا هفته آبان چند سالی است که تحت عنوان روز کوروش با ادعای اینکه تا روز ولادت کوروش هست برخی مطرح کردن مورد تعظیم و تکریم قرار میگیره شخصیت کوروش از پادشاه هخامنشی. میخوایم امشب به صورت خاص به قضیه دوره هخامنشیان بپردازیم، مثل نکاتی رو در مورد هخامنشیان خدمت شما عرض بکنیم و اون رتوش هایی که در تاریخ انجام شده تا اونجایی که زمان برنامه اجازه میده به ما و به هر حال سیاست هایی که شبکه دارد در قالب اونها مطالب رو تقدیم حضور شما بکنیم و بحثمون با محوریت مسئله هخامنشیان ادامه پیدا بکنه. دو محور اساسی و کلی در مورد هخامنشیان امشب نسبت بهش مطالب رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. سعی می‌کنیم مثل همیشه هم عرایض ما مستند باشه، مستدل باشه نسبت به کتاب‌هایی که خود زرتشتی‌ها دارن، کتاب‌هایی که مستشرقین دارن به ضمیمه آنچه زرتشتی‌ها گفتن تقدیم حضور شما بشه یا آنچه که به هر حال نیاز هست شما بدانید توسط کلیپ‌هایی که تهیه شده تقدیم حضور شما عزیزان بشود ان شاء الله. روال برنامه ما تاریخ بدون رتوش به این شکل بوده است که سوالات رو مطرح کردیم. تا اینجای کار سه سوال اساسی در مورد خود زرتشت پرسیدیم. از اونجایی که تاریخ ایران باستان به خصوص در سطور تاریخ نگاران آمیخته هست با تفکر زرتشتی ها، به خاطر همون یه نگاهی داشتیم نسبت به تفکر زرتشت، کتاب اوستا، آنچه که از زرتشت نقل می شود، آنچه که در مورد زرتشت گفته می شود. سه سوال اساسی مطرح کردیم که زرتشت آیا ایرانی بود یا خیر، دلیلش رو بیارید و گفتیم مخالف اوستاست این که ادعا بکنن زرتشت ایرانی بوده است یا زرتشت در ایران به دنیا آمده است. بعد گفتیم که اصلا دوره زرتشت به هیچ عنوان مشخص نیست و کاملا در ابهام به سر میبره. سال رو دهه و سده که هیچ هزاره زرتشت هم دقیقاً مشخص نیست نزد مورخین. نکته بعدی اینو عرض کردیم که اصلا زرتشتی‌ها نمیدونن هنوز، به این نتیجه نرسیدن که زرتشت پیامبر بوده یا پیامبر نبوده. اسنادش هم تقدیم حضور شما کردیم. دو معضل اساسی وجود داره در تفکر زرتشتی‌ها و تفکر کسانی که میخوان به بحث تاریخ ایران باستان بپردازن. موبدان زرتشتی و در رأس اونها موبد اردشیر خورشیدیان که رئیس انجمن زرتشتیان تهران که خودش رو بالاترین منصب دینی و فرهنگی زرتشتی‌ها در دنیا میداند، ایشون صراحتاً این مسئله رو مطرح کرده بودند و به شما نشان دادیم که ایشون اومده بودند گفته بودند که از وظایف زرتشتی‌ها و موبدان زرتشتی این است که به ترویج خرافات برای جهت دادن به مردم بپردازند و نسبت به این مسئله که زرتشتی‌ها خرافاتی رو دارن و ترویج میکنند، نسبت به اینکه بگوید ما به این خرافات میپردازیم هیچ ابایی نداشتن. من دوباره نشون بدم سندش رو در کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان که سوالات زرتشتی‌ها رو جواب داده است موبد اردشیر خورشیدیان. تصویر اسکن کتاب رو هم ملاحظه بفرمایید. در این کتاب صفحه شماره 138 پرسیده بودن که شما اومدید گفتید خرافات راستین داریم و خرافات به هر حال کاذب. این قضیه از چه قرار است؟ ایشون گفته بودن که بله، یک سری دسته از باورها هستش که اینها علمی هم مبنای علمی هم نداره، خرافاته، ولی خوبه که اینها حفظ بشه. در آخر این صفحه فرموده بودن که موبدان به این ترتیب همه این باورها رو برای بهدینان به صورت فرهنگ در آوردن، یعنی خرافات رو فرهنگ کردن. و آخرش هم آرزو میکنه برای همه زرتشتی که امیدواریم ما زرتشتیان هم که بازماندگان این نیاکان با فر و شکوه هستیم نیز این مفاهیم انسانی رو درک کرده و به صورت علمی یا حتی خرافاتی، که حالا حتی هم اینجوری نمی نویسن ولی حالا اشکال نداره، حتی خرافاتی به اجرا درآوریم. تصریح کرده رئیس انجمن موبدان تهران که زرتشتی‌ها خرافات رو باید به خورد مردم بدن برای جهت دادن به یه سری مسائل و کارهای مردم.
خب این خرافات رو که ترویج میدهن یه سری هم نسبت‌های ناروا داده میشه با این خرافات به ایران باستان، یه سری نسبت‌های ناروا حتی به خود زرتشت داده میشود. گفتیم که آمدن یک سری سنت‌ها رو آوردن زرتشت، مثل جریان سگدید کردن، گفتن آقا مرده رو که می‌خواید ببرید چون این دیو نسا آمده است و دیو نسا باعث مرگ او شده است، باید این مرده رو سگدید کرد. نمیدونم سگی رو بیارید که چه ویژگی‌هایی داشته باشد، چه رنگی رو داشته باشد، یا سگ چهارچشم اصطلاحی که به کار برده بودن رو بیارید. جلسه قبل اینها رو چون مفصلش پرداختیم نمیخوام مجدد بپردازم. یکی از اونها قضیه دخمه بود و دخمه گذاری مردگان بود. برای اینکه یه مروری بشه این قضیه کار دارم من همین قضیه دخمه گذاری امشب کار دارم حسابی میخوام نسبت بهش نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم که در مورد هخامنشیان هم هست. برای اینکه مرورم بشه عرایضی که ما داشتیم، کلیپی رو ببینیم با هم دیگه. خلاصه است از اون چه که تصاویری که نشون دادیم به شما در مورد سنت دخمه گذاری یا آیین دخمه گذاری یا فرهنگ دخمه گذاری در بین زرتشتی ها. گفتیم تا چند ده سال قبل این قضیه ادامه داشته، چون دیگه عکاسی و فیلمبرداری آمد، موبدان زرتشتی خودشون گفته بودن که این آیین رو جمع کردن. ببینید این کلیپ رو برگردیم، در ادامه نکات دیگه رو خدمتتون عرض بکنم که مرتبط هست با این کلیپ دخمه گذاری رو با هم ببینید. چه زیباست که انسان پس از درگذشت پدر یا مادر یا یکی از بستگانش جسد او رو برای که تنازع بقا همچنان ادامه داشته باشه، این رو خوراک کرکس‌ها یا خوراک پرندگان لاغ‌شخور می‌کرد که اونها هم باشند و خیلی زود این رو از بین می‌رفت. بدونید به چی دارید دعوت میشید. این یک تصویر از تصاویر دخمه است که توی فضای مجازی منتشر شد. تصویری که ملاحظه می‌فرمایید این دیواره دور دخمه است و اینجا محل گذاشتن مرده هاست. سمت راست هم یک دایره‌ای است، حالا استودان اصطلاحاً بهش میگن، استخوناشون رو می‌ریختن اینجا، یه کاری می‌کنن سریع از بین بره اون استخوناشون. اینها هم اون لاشخورهایی هستن که زرتشتی‌ها بر اساس آیین خودشون باید عزیزانشون رو در اختیار اینها قرار بدن، تکه تکه بکنن این لاشخورها برای تنازع بقا به گفته موبد کوروش نیکنام این لاشخورها به اونجا تغذیه بکنن. نه هم حالا آثاری است که لاشخورها بدنها و اعضای بدن رو بردن اینجا نشستن شروع کردن خوردن از لای منقارشون. این شاید این به هر حال پلیدی‌ها به قول زرتشتی‌ها ریخته روی این دیوار. این تصویر این همون دیواری است که لاشخورها اومده بودن نشسته بودن این بالا منتظر بودن زرتشتی بیان مرداشون رو بذارن. این محلا، این دایره پایین محل قرار دادن مرده هاست. این زرتشتی‌ها بر اساس گفتار و کردار و پندار نیکشون که تعالیمشون گفته بود میان مرده رو میذارن اینجا کرکس ها میان میخورن، تیکه تیکه میکنن بدن ها رو. این باقی مونده شون استخوان های مرده هاشون و اینها میریزه توی استودان. اینجا هم خودشون گفتن زرتشتی‌ها که یک ماده رو چیزی رو روی این بدن ها میریزن سریع این از بین بره، هیچی باقی نمونه. این بخشا هم محل گذاشتن مرده هاست، تکه های بدن مرده های زرتشتی است که بر اساس همون آموزهای زرتشتی به این روز افتاد. حالا نمیدونم اینا تصاویر این لارو کرم هستش از این بدن ها، چون دیگه خودتون ملاحظه می‌فرمایید. تصویر بعدی از نمای بیرون یک دخمه است که مثلا بالای اون کوهی که دخمه گذاشته میشد این دخمه بوده است که نسوکشان باید 2 نفر میومدن اینجا از این پله ها مرده رو میبردن بالا، داخل دخمه میرفتن و در اون فضای داخل دخمه مردهشون رو قرار میدادن. این تصویر من سریع رد کنم، برین یه افرادی است که اومدن گذاشتن توی دخمه به این روز افتادن، کرکس دادن، تیکه تیکه‌شون میکنن. این فضای بیرونی یک دخمه است. من نمیدونم واقعا این توجیه چیه که اگر یخبندان بود از اون زمان مرده رو نمیشده دفن کنی بیای بذاری اینجا. این بالای کوه. من فکر میکنم احتمال میدم این اصلا از دخمه های یزد باشه. تصویر دیگه آقا عزیزان زرتشتی احتمالاً دیگه، حالا احتمال شاید این تو هند باشه، اساسا ظواهرشون احتمالاً تو هند باشه. این هم یه دخمه است، جمع آباد شده این اطراف دخمه دیگه. این هم کرکس های گرسنه‌ای که منتظر زرتشتی‌هایی هستن که به دست خود زرتشتی‌ها در این دخمه گذاشته بشن و تیکه تیکه بشن بدنشون. چی بگم؟ این تصویر دیگه از باز از یک دخمه است که البته فضاش یه طوری دیگه شده ولی همچنان آثار اجسادی که در این دخمه گذاشته شده دیده میشه. تغذیه لاشخورها و مردگان. این مرده ها به دلیل پیروی از این آیین به این شکل اینجا رها شدند. تصویر بعدی باز هم زاویه دیگر از دخمه است که بالای یک کوه نسوکشان از این مسیر میاد. اینجاها باید سگدید بشه اون مرده دیگه. اصطلاح سگدید رو توضیح دادم خدمتتون چه هست.
سگ سفید گوش زرد یا اون سگ زرد چارچشم اصطلاحاً که گفته بود آقای هاشم رضی در آخر اوستاشون توضیح داده بودن، بعد اینجا گذاشته بشن این سگا نسوکشان این مرده رو بیارن اینجا، این آیین انجام بشه، بیان داخل بذارن توی دخمه. تصویر دیگه هم باز از اجسادی است که در دخمه گذاشتن زرتشتی ها. این تعالیم و آیین زرتشتی است که میان میگن بعضیا تبلیغ میکنن این رو، میگن آقا تعالیم اسلام بده، اسلام که میبرد بدن رو غسل میدهد، چند بار غسل میدهد و بعد با ویژگی‌های خاص خودش کفن سفید تمیز چند تکه‌ای بر دور بدن میپوشاند و بعد میآورد در قبر میگذارد، اون بدن رو در کنارش تربت مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیها میگذارند. اونو میگن رها کن، مردتو بیا همینطوری رها کن. تعالیم زرتشت. بدونید به چی دارید دعوت میشید. خب ملاحظه فرمودید بخشی از برنامه قبل رو توضیح دادیم، اسناد قضیه دخمه گذاری رو هم جلسه خدمتتون عرض کردیم. یک مسئله واضحیه نزد خود زرتشتیان که تا چند سال قبل مردهاشون رو فقط داخل دخمه می‌گذاشتن. آقای موبد کوروش نیکنام هم در زرتشت و مزده اسنان پرسش و پاسخ‌های دینی در شناخت زرتشت اینجا تصریح کرده بود، اسکنش هم یه بار دیگه سریع ببینیم. گفته بود ایشون که در صفحه شماره 474 این کتاب خودش که خانواده ها میبردن عزیزانشون رو مینداختن جلو کرکس تکه تکه بشن، این بدنهاشون این گونه در دخمه گذاشته میشدن. در دهه 40 خورشیدی به دنبال کوچه همیشگی کرکس ها به سبب گسترش شهرنشینی و با نگرش نامناسب از این شیوه که با عکس و فیلم از دخمه ها روی داد، از آن پس شیوه خاکسپاری برگزیده شد و شیوه دخمه گذاری دنبال نشد. از آن پس یعنی از کی؟ از دهه 40 خورشیدی به بعد آمدند خاک سپاری کردن مرده ها رو. قبلش دخمه گذاری بوده است. من همین سوال رو پاسارگاد رفتم، در روز 7 آبان هستیم دیگه، عزیزان کسانی که افتخار میکنن به شخصیت کوروش، افتخار میکنن به اون شخصیت و به قبر منتسبشون اونجا میرن، اساسا هم با این قضیه کار ندارم که اونجا رفتنش اصلا خوبه بده یا نه، بدی هم درش نمیبینم که کسی بخواد بره اونجا. خیلی هم خوبه آدم به عنوان اساس تاریخی کشور خودش، تاریخ خودش بخواد بره اونجا. خودم رفتم، باز هم خواهم رفت. خب وقتی من رفته بودم اونجا همین سوال رو مطرح داشتم میکردم. یکی از دوستانم داشت، دو تا از دوستانم داشتن رو با گوشی و دوربینی که همراهمون بود، دوربین عکاسی که قبلش هم صحبت کرده بودیم، داشتن تصویر برداری میکردن. این سوال من رو در کنار قبر منتسب به کوروش خیلی مؤدبانه داشتم این سوال مطرح میکردم. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ فردا روزی که اگر با راحتی تمام بخیا رفتن سجده کردن به قبر منتسب به کوروش و اینا، این تو ذهنتون باشه، نگهبان اونجا اومد جلوی بنده رو گرفت و کسانی که اونجا بودن گفتن زنگ بزنید بیان اینو ببرن. چرا داری در مورد قبر منتسب به کوروش تشکیک وارد میکنی؟ کل سوال من این بود، آقایونی که معتقدید کوروش زرتشتی بوده است، بر اساس آیین زرتشت نباید کوروش قبر داشته باشه، باید در دخمه رها شده باشه. برخورد رو ببینید با بنده به چه شکل بوده. کلیپ بعدی. بر اساس شواهد تاریخی ایران یک تاریخ حدود 10,000 ساله داره. حالا چه تمدن ایران رو در نظر بگیریم، چه اصلا نه جایی مثل شهر سوخته در سیستان و بلوچستان که حد فاصله زابل و زاهدان هست، اونجا منطقه شهر سوخته قدمت بین 4 تا 5,000 ساله داره. یعنی یک چیزی حدود 2500 سال قبل از به هر حال این منطقه که هخامنشیان بودن. جانم بابا، من برای خودم دارم برداری میکنم. مشکل شخصیه. چه مشکلی داره؟ نه آقا چرا نگیری؟ بگیر از فیلم، چرا بگیری؟ تمام اینو فیلم بگی که بنده خدا نمیذاره. چه ایرادی داره؟ خب بگو چه مش علت قانونیشو بگو. هیچ چرا قانون آقا همه بحثو بگیر. دارم توضیح میدم، گفتم حقایق تاریخی رو بگم. چرا مشکل داره شما گفتن حقایق تاریخی؟ ادامه بدیم بحثمون. خب یک بخشی از اون برخورد ولی اشکال نداره، این بنده خدا مشکلی نداشت، ما هم تار کردیم تصویر ایشون رو. مشکلی با این شخص عزیزی که اونجا بودن ما نداریم. مشکل با این داریم که وقتی کسی میاد سوال مطرح میکنه اونجا، چرا باید بیاید دوربینش رو جمع کنید؟ تصاویر دیگه هم بود، اونها رو هم داریم که بعضی از کسایی که اونجا وایساده بودن میگفتن تماس بگیرید بیان سراغ این آدم. این برخورد درستی نیست، این برخورد صحیحی نیست. خب
سوال ما همین بود و این سوال هم همچنان باقی است. خرافات رو ترویج دادن به اسم ایران باستان و به اسم زرتشت و وظیفه خودشون دونستن ترویج دادن خرافات رو و تصریح کردن به اینکه ما خرافات رو میخوایم ترویج کنیم در بین مردم ایران. بعد انتظار دارن کسانی نیان به این خرافات اعتراض بکنن. تحریف کردن تاریخ رو ادعا کردن اصلا قبل از زرتشت در عالم هیچ کس یگانه پرست نبوده. نگاه کنید تحریف رو، نگاه کنید غلو رو، نگاه کنید اغراق رو چی گفتن. همین جناب آقای موبد کوروش نیکنام در همین کتابشون زرتشت و مزدی اسنان ببینید چه ادعایی رو مطرح کرده. بینندگان عزیز تصویر کتاب رو ملاحظه بفرمایید. صفحه شماره 344 آقای موبد کوروش نیکنام. آخه ببینید ادعا رو، هر چقدر من بخوام بگم در مورد این حرف بگم غلو است باز کمه. پرسش: آیا دین زرتشت از ابتدا توحیدی بوده؟ پاسخ: دین زرتشت از آغاز بر پایه یکتانگری و یکتا پرستی استوار بوده، زیرا اشو زرتشت برای نخستین بار در جهان به سرآغاز و سرانجام هستی به یکتای خداوند پی برد. یعنی قبل از آقای زرتشتی که خیلی ها معتقدن از این آقایون یا ادعا کردن که 3000 سال پیش زندگی میکرده است، برخی ها این ادعا رو مطرح کردن در مورد زرتشت دیگه، 3000 سال پیش زندگی میکرده، قبل از 3000 سال اصلا هیچ کس نمیدونسته خدا یکیه. آغاز یه زرتشت اومد فهمید خدا یکی. تاریخ چند هزار سال ایران باستان با دنیاش اصلا کار نداشته باشیم، اصلا اون رو رها کنیم. با این ادعایی که کرده بودن در دنیا هیچ کس نمیدونسته خدا یکی. تاریخ ایران قبل از 3000 سال یعنی همه مشرک بودند و چندگانه پرست بودند و قائل به چند خدا بودند. یه نفر اومد فهمید خدا یکیه، اونم آقای زرتشت بود. برای این ادعا غلو نیست، این اغراق. اصلا شما از کجا میدونید قبل از آقای زرتشت هیچ کس نمیدونسته خدا یکیه؟ از کجا فهمیدی آقای موبد کوروش نیکنام؟ شما از کجا فهمیدی قبل از آقای زرتشت حتی یک نفر هم نمیدانست از خدا یکیست؟ از کجا ادعا میکنید؟ اینها غلوه، اینها تحریف تاریخه، اینها سانسور کردن تاریخ ایرانه. همینطوری که در کنار یه همچین ادعایی تاریخ با عظمت ایران از لحاظ زمانی رو و با عظمت از لحاظ برخی زوایای تمدنی رو محدود کردن به 2500 سال. محدود کردن به 2500 سال. انگار از زمان هخامنشیان کشور ایران و تاریخ ایران به وجود آمده تا عصر حاضر. قبل از هخامنشیان اصلا هیچی نبوده است در ایران زمین. این هم تحریف تاریخ ایرانه. این دیگه از روتوش هم گذشته. این سانسور کردن تاریخ ایرانه. بسیار دردآور بود وقتی من رفتم شهر سوخته برای دیدن این تمدن شهر سوخته. بلیتی که به بنده داده شد خریداری کردم که وارد محوطه موزه شهر سوخته بشم. تصویر تخت جمشید روش بود. بله اگر یه جا برای یک مسئله تاریخی 500 سال قبل، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل کسی بخواد بره یک مسئله تاریخی رو ببینه روش تصویر تخت جمشید بزنید اشکال نداره. ولی تخت جمشید در هول و هوش 2500 سال قبل اگر ساخته شده، شهر سوخته مال 5000 سال پیشه. شهر سوخته برای دوره هخامنشیان تاریخ بوده. بعد شما برای شهر سوخته، حالا بلیت البته ظاهرا یک پارچه سازی شده بود این تصویر روش برای اماکن گردشگری در ایران. خب این دروغ، این تحریف، این اشتباهه، این خیانت به یک بخشی از تاریخ این کشوره. این خیانت به تاریخ سرزمین ماست که محدودش کردن از 2500 سال به بعد که در دوره پهلوی این اتفاق شکل گرفت. اتفاق بعدی که رخ داد، ادعای مطرح شده در مورد هخامنشیان. تصور شده و ادعا شده که آقا هخامنشیان زرتشتی بودن، حکومت خوبی داشتن، بر آیین زرتشت هم بودن. پس شما هم مردم ایران اگر میخوان وضعیت خوبی داشته باشن بیاین زرتشتی بشون، آیین زرتشت رو بپذیرن، تعالیم زرتشت رو بپذیرن، روش حکومتداری هم چی الگو قرار بدن؟ هخامنشیان. البته اینو فقط زرتشتی ادعا نمیکنن، در بین برخی از مسلمان ها هم
در دورهای مختلف همین چند سال هم دیدیم که برخی آمدن یه همچین ادعایی رو مطرح کرد. خب عمده دلیلی که مطرح شده برای اینکه گفته بشود گفته بشود هخامنشیان زرتشتی بودن چیست؟ چون ظاهرا اسم آقای زرتشت تا الان در این کتیبه های دوره هخامنشیان پیدا نشده. این چیز عجیبی هم میتونه باشه. تا الان حداقل برخی از مورخین و باستان گرایان اعتراف کردن نسبت به این مسئله که تا الان اسم زرتشت توی این کتیبه های دوره هخامنشیان دیده نشد. چی شد شما گفتید هخامنشیان قطعا زرتشتی بودن، اونایی که قائل به این هستن؟ یکی از بزرگترین ادلهشون اینه، میگه این نمادی که اونجا وجود داره، نماد فروهری که اونجا وجود داره، این نماد زرتشت بوده. باز هم آقای موبد کوروش نیکنام جواب داده نسبت به این مسئله. پس برید کتابش رو ملاحظه بفرمایید. زرتشت و مزده اسلام، صفحه شماره 488. سوال پرسیدن از ایشون. دقت کنید بینندگان عزیز، این مطلبی که دارم من خدمتتون قرائت میکنم مطلب من حسینی نیست، مطلب یک موبد زرتشتیه. تو ذهنتون این بمونه، براتون خیلی راهگشا است این مسئله که آقای موبد کوروش نیکنام گفتن. سوال: آیا نگاره فروهر مربوط به زرتشتیان است؟ پاسخ: تصویر فروهر که در سنگ نگاره ها دیده می شود با فروهر اوستایی که در باور سنتی زرتشتیان از آن یاد می شود با هم یکی نیستند و هر کدام اصلا فلسفه جداگانه ای دارند. عزیزان، موبدان زرتشتی خودشون تصریح کردن این نماد فروهری که می بینید توی این کتیبه ها و اینا هیچ ربطی به زرتشت نداره، اصلا یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه است. پس اگر کسی آمد گفت هخامنشیان زرتشتی بودن، چرا؟ این نماد فروهر رو نگاه کنید، در این کتیبه هاشون وجود داره. موبد کوروش نیکنام میگه این نماد فروهر توی این سنگ نوشته ها ربطی به فروهر زرتشتی نداره. آقا شما الان اومدید میگید که هخامنشیان زرتشتی نبودن. اولا من این ادعا رو مطرح نکردم، من دارم نقاط ابهام رو میگم. آقا شماها آمدید چند سال اخیر دارید همچین مطلبی رو ادعا میکنید که در گذشته همچین ادعای مطرح میشد. ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیز و ارجمند، این تصویر روزنامه اطلاعات ببینید. تصویری که میبینید تصویر روزنامه اطلاعات. چه تاریخی؟ اطلاعات سه‌شنبه 23 اردیبهشت سال چند؟ 1354، قبل از انقلاب. قبل از انقلاب. عنوان: به خلاف عقیده ایران شناسان هخامنشیان زرتشتی نبودند. اینو من دارم میگم، اینو جمهوری اسلامی گفته. اینو چه روزنامه‌ای نوشته؟ روزنامه اطلاعات قبل از انقلاب اسلامی. توضیح: به خلاف عقیده بسیاری از ایران شناسان جهان، ایرانیان دوره هخامنشی زرتشتی مذهب نبودند و مذهب آنان سگانه پرستی بوده است. من نمیگم این حرف درسته، میخوام بگم نه تصور کنید که یک سال همچین قضیه داره مطرح میشه که اصلا هخامنشیان زرتشتی بودن یا نبودن. در ایران عهد هخامنشی مردم به خدای یگانه باور اصلا نداشتند. نگاه کنید چه گفته روزنامه اطلاعات زمان پهلوی. بلکه پرستنده اهورامزدا، میترا و آناهیتا بودند. این تسلیس یعنی سگانه پرستی. حالا زرتشتی بعضی میگن آقا دوگانه پرستی دارن، اون بحثش هست که آقا زرتشتی واقعا دوگانه پرست هستن نیستن، اون قضیه سر جای خودش. ایشون میگه هخامنشیان اصلا سگانه پرست بودن. این تسلیس در بسیاری از نقوش آن روزگار انعکاس یافته و بررسی محتوای سنگ نوشته های هخامنشی وجود آن را تایید میکنن. یه توضیحات دیگه هم داده است در مورد اون حلقه بالدار و فلان اینها که الان نمیخوام بهش بپردازم، ولی جای بحث و گفتگو هم داره مثلا. پس در زمان قبل از انقلاب اسلامی هم در روزنامه‌های رسمی کشور ایران در مورد اینکه هخامنشی اصلا زرتشتی بودن یا نبودن تشکیک وارد شد. چرا فقط دیگران بیان به مسلمان‌ها بخوان شبهه وارد کنن؟ الان دوره شیعه میپرسد، گفتیم باید شروع بشه این جریان و به حمدالله شروع شد. حالا ما سوال میپرسیم این تشکیک در مورد هخامنشیان. آقا شما خب چه دلیلی برای رد اینکه هخامنشی‌ها زرتشتی بودن دارید؟ آیا همچین دلیلی هست یا نیست؟ باز تکرار کنم، من
خودم در این برنامه حداقل این که زرتشتی ها هخامنشیان زرتشتی بودن یا نبودن رو نه رد میکنم نه تایید، فقط دارم نقاط ابهام اساسی که مطرح شده رو میام به شما نشون میدم که اگر خواستید هی بگید هخامنشیان بدونید بعد زرتشتی بودنشون هم اثبات بکنید تا بتوانید این دو رو کنار هم تبلیغ بکنید، وگرنه میرسیم به همین ثانویتی که ادعا شده بود. دلیل اولا اینکه نماد فروهر ادعا شده بود، خب رد کرده آقای موبد کوروش نیکنا، صریح گفته بود فروهری که تو سنگ نوشته اصلا اون نیست. دلیل بعدی همین قضیه خاک سپاری، کوروش واقعا به خاک سپرده شد، چرا تو دخمه گذاشته نشد اگه زرتشتی بود؟ بقیه البته قبرهای دیگه‌ای هستش که اطمینان به اینکه اونجا قبر هست بیشتر است. اون قبر پاسارگاد منتسب به کوروش. پاسخ از کتاب خانم ماریکوخ، کتابی داره ایشون از زبان داریوش، جناب آقای پرویز رجبی ترجمه کرده کتاب رو. من با این کتاب خیلی کار دارم، خیلی با این کتاب کار دارم. این کتاب رو الحمدلله تونستم تهیه بکنم، کتابی که چند روز واقعا دنبالش گشتم، چندین فروشگاه کتاب فروشی قدیمی رو رفتم، تقریبا و تحقیقا کتاب فروشی در تهران نمانده الا اینکه مال زرتشتی‌ها که ما رفتیم دنبالش این کتاب رو پیدا بکنیم. در آخر یه جا تونستم پیدا بکنم کتاب رو و بسیار خوشحال شدم بعد از اینکه این کتاب رو تونستم پیدا بکنم. کتاب خاصی است، توضیح خواهم داد امشب در موردش، ولی چون موضوع هم الان بحث اینکه هخامنشیان زرتشتی بودن یا نبودن هست، میخوام فعلا مطلب داخل این کتاب رو اینجا ببینیم، جلوتر رفتیم در این کتاب میخوام بهتون توضیح بدم. از خود کتاب مطلب دیگه هست، باید بهتون نمایش بدم. خانم ماریکوخ در کتابشون از زبان داریوش، ترجمه جناب آقای پرویز رجبی که برای باستانگراها شخصیت بسیار شناخته شده است، ایشون آمده است در کتاب فصل 9 صفحه شماره 333 بحث آیین و رسوم کفن و دفن رو در دوره هخامنشیان آورده مطرح کرده. یافته های فراوانی حکایت دارد که ایرانیان عصر هخامنشی مردگان خود را دفن می کرده اند. مگه زرتشتی نبودن؟ چه شد؟ در ادامه دفن مردگان تنها دلیل قابل استناد علیه این برداشت است که هخامنشیان زرتشتی بودن. بعدشون شروع کرده توضیح داده، میگه دوره اول زرتشتی هم تو دخمه نمیذاشتن، بعدش این سنت ها برخلاف ادعای زرتشتی ها. خب زرتشتی ها ما آوردیم در اوستا قضیه دخمه آمده بود دیگه مفصل بحث کردیم. یعنی اگر کسی بخواد ادامه ادعای این کتاب رو بپذیره باید اوستا رو بذاره کنار، حرف موبدان زرتشتی هم بذاره کنار که گفته بودن تا 4 دهه قبل زرتشتی ها مرداشون رو تو دخمه میذاشتن، دفن نمیکردن. ولی به هر حال اون اصطلاحاً قرن متیقن، اون چیزی که قطعی است، ایشون اومده گفته هخامنشیان مرداشون رو دفن میکردن و این تنها دلیل، ایشون میگه تنها دلیل قابل استفاده علیه این برداشته که هخامنشیان زرتشتی بودن. یعنی همین که هخامنشیان مرداشون رو دفن کردن میتواند محل جدی باشد برای ایجاد تشکیک در اینکه هخامنشیان زرتشتی بودن. این نکته بعدی. مسئله بعدی، آقای موبد کوروش نیکنام ادعایی رو مطرح کرده در همین کتاب زرتشت و مزده اسنان. ادعا چه هست؟ ببینیم با هم دیگه. ایشون اومده در صفحه شماره 599 کتاب خودشون آمده است و میگوید زمانی که دین زرتشت در ایران پدیدار و فراگیر شد هیچ جنگ، دقت کنید، میگه وقتی که تفکر زرتشت در ایران فراگیر شد هیچ جنگ و تازشی برای گسترش دین یا کشورگشایی انجام نگرفت. اگر هخامنشی‌ها که دیگه جنگیدن، که اینو که دیگه رد نمی‌کنید که هخامنشیان که دیگه جنگیدن، کشورگشایی داشتن یا نداشتن، مناطق دیگر رو تصرف کردن یا تصرف نکردن، قلمرو حکومتی خودشون رو افزایش دادن یا افزایش ندادن. بله از مسلمات هست این مسئله دیگه، هخامنشیان این کارو کردن. خب آقای کوروش، موبد کوروش نیکنام میگه از زمانی که فکر زرتشتی فراگیر شد دیگه برای گسترش دین یا کشورگشایی هیچ جنگی رخ نداد.
خب یا باید بیاد که هخامنشیان زرتشتی نبودن، یا باید بیاد میگیم ادعای این موبد زرتشتی دروغه. کدومشو باور کنیم؟ در صفحه شماره 599 این رو گفته بود. در صفحه شماره 600 که صفحه بعدش هست در همین کتاب زرتشت و مزده اسنا، زرتشت هیچ گونه جنگ و خونریزی را شایسته هیچ گونه جنگ و خونریزی را زرتشت شایسته نمیداند مگر اینکه در برابر یورش بیگانگان و ستم آنان سفارش به ایستادگی و پاتک شده است. یعنی بر اساس آیین زرتشت کسی که قائل به آیین زرتشت باشد، به گفته موبد کوروش نیکنام، اصلا نباید کشورگشایی بکنه. اصلا فقط اگر جای حمله کردن باید دفاع بکنی. خب هخامنشیان این همه کشورگشایی کردن، زرتشتی بودن یا نبودن؟ زرتشتی ها بعد مرده رو تو دخمه میذاشتن در حالی که دفن کردن. زرتشتی بودن یا زرتشتی نبودن؟ ممکنه سوال بشه بگیم خب آقای موبد کوروش نیکنام خودشون قائل به این بودن که فتحی صورت گرفته در زمان هخامنشیان و اینها یا خیر؟ بریم سراغ کتاب خودشون. صفحه شماره 583 کتاب آقای موبد کوروش نیکنام زرتشت و مزده اسنا، ملاحظه بفرمایید. پرسش: آیا کوروش کبیر در دین زرتشت همانند دین یهود منجی بوده؟ ایشون میاد جوابی رو میده، میگه عملکرد او، عملکرد کی؟ عملکرد جناب آقای کوروش، عملکرد او بر پایه پیروی از بینش زرتشت استوار بوده. خب بر اساس زرتشت استوار بود. شما گفته بودی بر اساس بینش زرتشت کشورگشایی نداریم دیگه. خیلی خوب. و از آنجایی که برخی از یهودیان آن زمان رو از بند اسارت رهایی داده. یهودیان آن زمان کجا بودن؟ تو ایران بودن یا تو مناطق دیگه بودن؟ اگر آقای کوروش رفته است به قول شما، به تعبیر شما، یهودیان آن زمان رو از بند اسارت رهایی داده، خب رفته سمت سرزمین‌های دیگه. بعد رهایی داده، یوزر و پسورد نداشته بزنه که اینا آزاد بشن، که رفته جنگیده دیگه، شمشیر بردن اونجا جنگیدن. یهودیان او رو منجی و نجات دهنده خود به حساب آوردن. کوروش بزرگ پس از آزادسازی بابل به آن شهر وارد شد و مردم با آغوش باز او را پذیرفتند. اول آزادسازی رخ داده، بعد مردم با آغوش باز ازشون پذیرایی کردن. خب اینو اسمشو میذارید چی؟ کشورگشایی هست یا نیست؟ اصلا شما بگید با شمشیر نبوده، گل بردن، تقدیم کردن به اونجا، به اون نظامیانشون، اینا هم با آغوش باز از اینا استقبال کردن. کشورگشایی بوده تا اونجا پیش رفتن. توی اون دوره چجوری میرفتن یه کشور دیگه رو میگرفتن؟ خود جناب موبد کوروش نیکنام میاد میگه اینا کشورگشایی کردن، بعد میاد میگه کوروش بر اساس روش زرتشت زندگی میکرده است و حکومت داری میکرده. خود موبد کوروش نیکنام میگه زرتشت قائل به کشورگشایی نبوده. این همه تناقض و تضاد رو چیکار میخواید بکنید؟ این همه تناقض و تضاد رو چیکار میخواید بکنید؟ یه جنبندی تا اینجا گفته بودن هخامنشیان زرتشتی هستند. دلیل: از نماد فروهر استفاده کردن. پاسخ از موبد کوروش نیکنام: نماد فروهری که توی سنگ نوشته است ربطی به زرتشت نداره. نکته بعدی: بر اساس تعالیم زرتشت مرده رو اصلا باید بذاری تو دخمه لاشخور بیاد بدن رو تکه تکه بکنه ببره، در حالی که هخامنشیان مردهاشون رو چیکار میکردن؟ بر اساس گفته این مورخین دفن میکردن. این مسئله دوم. مسئله سوم: موبد کوروش نیکنام میگه بر اساس آیین زرتشت و آموزهای زرتشت اصلا کشورگشایی ما نداریم. جنگ رو کامل بد میدانن الا جایی که بخواد دفاع بشه. خب هخامنشیان که کشورگشایی کردن، کشورگشایی نکردن؟ کشورگشایی کردن هخامنشیان. پس نه تنها اون دلیلی که آورده بودن نماد فروهر زیر سوال میرود، بلکه دو، عمل از اعمال زرتشتی ها که بسیار مطرح است و بیان هست با تعالیم زرتشت صراحتاً مخالفت و مغایرت داره. یا باید بیاید بگید که کوروش زرتشتی نبوده، پادشاه هخامنشی زرتشتی نبودن، یا باید بیاید بگید که این اوستایی که نوشته شده است و زرتشتی ها کتاب آسمانی و مقدس میدانن این بعدها جعل شده. یا هر دوتاشو بپذیرید. هر دوتاش هم شاید یه انسان محققی بیاد بگه آقا جون هم هخامنشیان زرتشتی نبودن، هم تعالیم اوستا تحریف شده است و جعل شده است و خرافات وارد شده.
حالا از این مسئله بگذریم، این محور اول عرایزم. بریم سراغ دوره هخامنشیان. آیا دوره هخامنشیان برای ما میتونه الگو باشه یا نمیتونه باشه؟ چرا من به این مبحث میپردازم؟ یکی از دلایلم رویکرد تمدنی که باید انسان‌ها داشته باشن. بخواهیم یا نخواهیم، ما الان داریم در کشور ایران زندگی میکنیم، ایرانی هستیم، باید به فکر تمدن ایرانی اسلامی خودمان باشیم. تمدن‌هایی که قبل داشتیم یا حداقل زوایای متمدنانه قبل رو نگاه بکنیم، از اونها درس بگیریم، اون جایی که قابل اجرا شدن هست اجرا کنیم، اون جایی که دروغ گفته شده است، تحریف شده است، سانسور شده است، تقطیع شده است، تحویل ما داده شده است، بدون روتوش بهش بپردازیم. بریم سراغ دوره هخامنشیان. من فکر می‌کنم این قضیه دوره هخامنشیان زمان بر هست اگر بخوام مفصل بهش بپردازم، ولی حالا شاید این جلسه بحث رو به اتمام برسونم، شاید جلسه بعد هم ادامه بدم، بعدا حالا در موردش تصمیم میگیرم ببینم تا کجا بحث پیش میره. این کتاب رو خدمتتون معرفی کنم. عزیزانی که دنبال مباحث تاریخی هستید، به خصوص تاریخ ایران باستان، معتقدم این کتاب میتونه تمام دیدگاه‌های شما رو تغییر بده در مورد ایران باستان. کتاب از زبان داریوش. چرا؟ آیا ویژگی خاصی داره این کتاب که میگید تغییر میدهد اعتقاداتتون رو؟ بله. این کتاب از زبان داریوش ویژگی خاصی داره. تصویر اسکن شدهش رو بهتون نشون بدم. این رو پروفسور هاید ماری کوخ نوشته، از که ایشون خانم پژوهشگر و پروفسورایی هستن که کارشون مباحث تاریخی، رشته دیگری رو داشتن، بعد آمدن. داستانش مفصل هست، مباحث تاریخی رو دنبال کردن، همسرشون هم باستان شناس بوده. ترجمه آقای پرویز رجبی. آقای پرویز رجبی هم اون دسته از عزیزانی که تو بحث ایران باستان کار کردن یا مباحث تاریخی کار کردن، چهره کاملا شناخته شده هستن. لازم بشه در مورد آقای پرویز رجبی که خودشون کاملا صاحب نظر هم هستن توی موضوعی که پیروی دارن میکنن از اون، اعتقاداتش رو تبلیغش رو کردن و خدماتی رو داشتن نسبت بهش، لازم بشه در مورد آقای پرویز رجبی بیشتر توضیح خواهم داد. این کتاب که به سختی گیر خواهید آورد اگر بخواید خود کتاب رو تهیه بکنید، یه دونه من تونستم گیر بیارم ازش. انتشاراتی که چاپ کرده و مشخصات کتاب رو ملاحظه می‌فرمایید. جز اون کتاب‌هایی است که فکر می‌کنم جمع‌آوری داره میشه. متأسفانه من موافق نیستم با این قضیه. جمع‌آوری داره میشه از جانب باستانگراها احتمالاً باشه، به خاطر برخی از مطالبی که پیش اومده احتمالاً. مقدمه کتاب رو ملاحظه بفرمایید. در مقدمه کتاب چه آمده؟ همینطور که تصویر رو ملاحظه می‌کنید، من توضیح کلی در موردش بدم. هم خواستید شما عبارت رو بخونید، منم توضیح میدم در موردش. ببینید در دوره هخامنشیان یک سری الواح وجود داشت، با لوح‌هایی وجود داشت که اینها با گل ساخته شده بود، اینها رو شکل میدادن و روی اون لوح‌ها یک سری مسائل رو مینوشتن، مثل همین فیش، مثل همین یادداشت، مثل همین سند، یا مثل همین تصور بکنید اوراقی که برای ثبت قرارداد شکل میگیره. خب و این الواح جنسش از گل بود، روش مکتوب میشد که فلانی مثلا از دولت اینقدر حقوق دریافت کرده است. این الواح یه مدت کارایی داشت، بعد حالا بر اساس توضیحاتی که دادند باستانگراها در سبدهایی قرار داده میشد، آرشیو میشد تقریبا. و این هم خیلی خوبه و جالبه که از نمادهاییه که واقعا نمادهای و ظواهر تمدنی که ایران باستان در دوره هخامنشیان داشته. هر اعتقادی که داشته باشن این کارشون این کار شگفت انگیزی بوده، اون دوره همچین کار رو انجام میدادن و آرشیو میکردن اینها رو. بعد یه مدت کارهای خودش از دست میداده دیگه، به درد کسی نمیخورده این لوح گلی. اینها رو ظاهرا در بین دیوارها قرار میدادن، حالا شاید هم برای ساخت و سازی که اون موقع استفاده میشده از اینها استفاده میکردن. در دوره‌ای که بر اساس گفته برخی از مورخین حمله شد به پاسارگاد، حمله شد به تخت جمشید و در تخت جمشید اسکندر وقتی حمله کرد به آتش کشید تخت جمشید رو، بر اساس گفته برخی از مورخین این الواح گلی در داخل این دیوارها پخته شد. شما دیدید وقتی که میخوان یک شیئی رو درست بکنن، منسجم بکنن و محکم بکنن این شیء رو، وقتی که با گل درست میشه بعد در کوره قرار میدن. خب این آتش سوزی که اسکندر انجام داد به گفته برخی از مورخین کار این کوره رو انجام داد. این الواح پخته شد، به خاطر همین برخی از این الواح تا دوره ما سالم مونده. تا دوره ما برخی از این الواح سالم مونده. حالا من عبارت مقدمه رو خدمتتون بخونم از همین کتاب از زبان داریوش. لوح‌ها به صورت خام نگهداری میشد، اما وقتی اسکندر در سال 330 پیش از میلاد
پس از تسقیط تخت جمشید مجموعه کاخها را به آتش کشید، در حالی که تعداد نامشخصی از لوح‌ها برای همیشه نابود شد. تصادفاً بخشی از آنها توی این آتش که حکم کوره رو براشون پیدا کرده بود پخت و برای ما محفوظ ماند. این لوح‌ها مربوط به کجاست؟ مربوط به فارسه، همون جایی که مرکز حکومتداری دوره هخامنشیان بود، حداقل در دوره‌ای. چون برخی‌ها میان میگن که این قضیه تخت جمشید برای جشن‌ها بوده است صرفاً. حالا نتیجه گیری که همین کتاب هم انجام داده است و ادعایی که مطرح شده است اینجا این است که محل حکومتداری بوده است تخت جمشید. خب اینها پخته شد، برخی از اینها باقی ماند. این کتاب از زبان داریوش بر اساس این الواح نوشته شده، نه گزارش تاریخی کی چه گفت. لوح رو ترجمه کرده است خانم پروفسور هایده ماریکوخ و ترجمه کرده از جناب آقای پرویز رجبی حرفهای این پروفسور رو به زبان فارسی. خیلی کتاب مهمیه، رویکردتون میتونه تغییر بده. صفحه شماره 10 کتاب رو ببینید. این مقدمه کتاب رو کامل تو ذهنتون باشه که من بعدا خواستم این کتاب استناد بکنم قشنگ بدونین به چه کتابی دارم استناد میکنم. خیلی جالبه این کتاب، واقعا کتاب جالب و ارزشمندی. میان این اسناد حتی گاهی پرداخت‌ها و مخارج چند ماه یا حتی 1 سال تمام در یک حسابرسی نهایی جمع‌بندی شده. یعنی لوحی رو پیدا میکنن، حسابرسی 1 ساله یک شخص بوده. در این لوح‌ها از کارمندان گوناگون زیادی با اشاره به محل کارشان و همچنین از کارگرانی که حقوقشان را از این کارمندان دریافت می‌کردند یاد می‌شود. کارگران مسئولیت انجام کارهای زیادی را بر عهده دارند و متناسب با کارشان مزد می‌گیرند. بازیابی این لوح‌ها از این روی دارای اهمیت زیاد است که باستان‌نگاران تاکنون تنها ناگزیر به استفاده از گزارش‌هایی بودند که نویسندگان و مورخان غیر ایرانی و بیشتر یونانی در اختیار داشتند که سرآمدشون هرودوت بوده که کتابش کتاب تواریخ بوده. چون میگه چرا این کتاب مهمه؟ به خاطر اینکه قبل از این بعد میرفتی سراغ کتاب تاریخی. کتاب تواریخ آقای هرودوت مثلا چی گفته راجع به کوروش، در مورد مثلا هخامنشیان چی گفته. الان وقتی این الواح پیدا شده شما میتونید به این الواح مراجعه کنید، مراجعه مستقیمه به تاریخ دیگه، این گزارش تاریخی نیست. با این لوح‌ها برای نخستین بار، این اتفاق همین در چند سال اخیر رخ داده ها، با این لوح‌ها برای نخستین بار به سرچشمه غنی از منابع دست اول برمیخوریم. منابعی آکنده از یادداشت‌های دیوانی موثق. مورخ به هنگام استفاده از این منابع هرگز نگران نیست که مثلا به ملاحظات سیاسی در منبعی تقلب شده باشد. دارم از کتابی برای شما مطلب راجع به دوره هخامنشیان میخوانم که این ویژگی رو داشته، از منابع غنی و موثق مستقیم از لوح‌های هخامنشی داره برای شما مطلب میگه. در این کتاب کوشیده ایم تا بر اساس این اطلاعات و بررسی آنها و نیز تکیه بر منابع شناخته شده قبلی، به ویژه با توجه به آخرین دستاوردهای پرارزش باستانشناسی، تصویر روشن‌تری از حیات امپراتوری بزرگ ایران به ویژه در محدوده سالهای 500 پیش از میلاد به دست دهیم و نگاه کاونده تری نیز به 200 سالی که حدوداً از فرمان روایی هخامنشیان باقی مانده بود بیاندازیم. 200 ساله پایانی پرداخته شده بکشم. خب میخوایم بریم سراغ متن کتاب، ببینیم متن کتاب به چه شکلی. یک قاعده کلی در مورد تاریخ ابتدای کتاب آورده، اینم بهتون بگم چون دیگه ما ورودمون به مباحث تاریخی بعد این روش شناسی تاریخی یا سایر روش شناسی تاریخی که لازم است بهش بپردازیم و بعد به صورت مقدمه عرایض هم خدمت شما عرض بکنم، کم کم با هم دیگه مباحث تاریخی هم پیش ببریم تا بدونید اسلوب ها به چه شکله. فصل دوم این کتاب آمده توضیحی رو داده و میگوید درباره عصر هخامنشیان 3 گروه منبع کتبی که از نظر اعتبار، حجم و نحوه بیان بسیار متفاوت است در دست داریم و این منابع عبارتند از 3 تا منبع شما دارید برای اینکه میخواید مراجعه بکنید دوره هخامنشیان ببینید چه خبر بوده بر اساس گفته ایشون. 1. سنگ نوشته های شاهان، مثلا سنگ نوشته هایی که وجود داره به عنوان آثار تاریخی مراجعه میکنن، مردم میتونن ببینن و ثبت شده است و ترجمه شده که البته محدوده.
دو، گزارش های کم و بیش مفصل نویسندگان یونانی و رومی، مورخین یونانی مورخین رومی که در مورد ایران باستان، در مورد دوره هخامنشیان مطلب گفتن. سه، لوح‌های بیشمار گلی با متن‌های کوتاه و به ویژه لوح‌های دیوانی تخت جمشید به زبان ایلامی. این کتاب رفته سراغ این سومی، محور بحثش این سومی است، لوح‌های دیوانی. لوح‌های دیوانی در مورد وضعیت عدالت در زمان هخامنشیان به ما چه میگوید؟ آیا آنچه که تحت عنوان عدالت در زمان هخامنشیان به مردم معرفی می شود، تبلیغ می شود، صحت دارد یا صحت ندارد؟ بریم سراغ همین کتاب که کتاب شگفت انگیزی، بازم دارم خدمتتون عرض می‌کنم. واقعا کتاب، انسان اگر دنبال تاریخ ایران باستان باشه، از زبان داریوش رو اگر نخواند، چون این کتاب رو شما نخوانید 1/3 از این منابع رو انگار گذاشتید کنار. ضرر میکنه اگر این کار رو نکنه. داریم بهتون توصیه میکنیم بحث تاریخ ایران باستان میخواید کار کنین، کتاب رو مطالعه بفرمایید. حالا الان سوال ممکنه پیش بیاد که آقا شما گفتید گیر نمیاد این کتاب به صورت چاپ شده منظورم بود، نه پی دی افش توی فضای مجازی هست. وضعیت دستمزدها به چه شکل بوده در دوره هخامنشیان؟ چه در ذهن شما ساختن؟ دوره هخامنشیان یک حکومت عادلانه با حقوق‌های برابر یا منصفانه، با زندگی اجتماعی که مردم داشتن و در آن خیلی شرایط مناسب‌تر از وضعیت فعلی بوده. کتاب رو ملاحظه بفرمایید. کتاب از زبان داریوش، صفحه شماره 60، وضعیت دستمزدها، لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید رو داره میگه. لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید از نظام دستمزدها در زمان داریوش، از پادشاهان دوره هخامنشی، از مهمترین پادشاهان دوره هخامنشی، اطلاعات جالبی به دست میدهد. طبقه بندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان مدرن است که گاه پیشرفته تر از امروز به نظر می آید. در اینجا نیز طبعا ملاک ما اسنادی است که تصادفاً بر جای مانده، یعنی الواح یه سری از بین رفته، یه سری تصادفاً باقی مانده است. ما میخوایم بریم سراغ اون الواح که هر چند تصور کاملی به دست نمیدهد ولی خطوط کلی آن روشن است. کارمندان دیوانی در دو رده بسیار متفاوت دارند. دوره هخامنشیان کسانی که کارمند دیوانی بودن، یعنی حقوق بگیر دولت بودن، دو رده داشتن. یک رده اربابان و آزادگان، دو خدمتکاران و پادوها. یعنی از همون ابتدا کارمندان دولت دو دسته میشن، یه تعداد اربابن، یه تعداد پادو. بریم جلوتر. یه قضیه اینجا اشاره کرده بهش بپردازم، جلوتر بریم بحث حقوقا میخوایم مطرح کنیم. آیا این پادوهایی که اینجا گفته بود اینا منظور همون برده ها هستن؟ ایشون میگه نه، ما معتقد نیستیم اینا برده بودن. هرچند برده داری بوده در ایران باستان، کجا بوده؟ میدونید بازار برده فروشا تو ایران باستان کجا بوده؟ میخواید ببینیم پروفسور هاید ماریکوخ در کتابی که بر اساس الواح نوشتن به ترجمه جناب آقای پرویز رجبی گفته کجا بوده محل خرید و فروش برده در ایران باستان؟ ببینید، انکار برده داری نیز ممکن نیست در ایران باستان، زیرا در اسناد بابلی زمان هخامنشیان از فروش برده به تکرار سخن رفته و حتی گزارش‌های درباره بازار معتبر برده فروشان در خوادایتشیه در نزدیکی تخت جمشید وجود دارد. آقایونی که 7 آبان میخواید برید پاسارگاد، میخواید برید تخت جمشید، کنار تخت جمشید بازار برده فروشی بوده. تا حدی که ببینید چه بازار برده فروشی رو انداخته بودن در دوره هخامنشیان، تا حدی که با وجود ارزانی برده در بین النهرین، شهرت برده های خوادایتشیه که همون نزدیک تخت جمشید بود چنان بود که بابلی های ثروتمند از راهی چنان دور به این بازار سفارش خرید میدادن. هخامنشیان ایران رو کرده بودن مرکز صادرات برده. من دارم اینو میگم
من حسینی دارم میگم یا این کتاب داره میگه؟ این کتابی که بر اساس الواح دوره هخامنشیان نوشته شده داره اینو میگه، یا آقای پرویز رجبی معلوم که وضعیتشون در مورد ایران باستان معلومه داره میگه دوره هخامنشیان کنار تخت جمشید مرکز صادرات برده را افتاده. صادرات برده، ایراد میگیرن به بردهداری در اسلام. خب پس این افرادی که در طبقه دوم قرار گرفته بودن در دوره هخامنشیان، یعنی ارباب آزاده نبودن، خدمتکار و پاده بودن، لزوما اینا برده هم نبودن، هرچند بردهداری اون موقع بوده، یعنی برده نبودن بیاید دیگه. خب اینا حقوق خیلی حداقلی داشتن. بریم جلوتر، صفحه شماره 61. بذارید من برم جلو یه چیزی نشونتون بدم، بعد بیام اینو خدمتتون بگم چی بود قضیه. یه ذره میخوام برم جلوتر، بعد میخوام برگردم بیام. ملاحظه بفرمایید صفحه شماره 67 این کتاب چه گفته؟ میزان دریافتی گروهی از حقوق بگیران رده‌های بالا کاملا چشمگیر است. میخوام فاصله طبقاتی وحشتناک دوره هخامنشیان که به گزارش الواح به دستمون رسید بهتون بگم، از حد تصورتون قطعا خارجه. از حد تصورتون تفاوت این فیش‌های حقوقیشون خارجه. میزان دریافتی گروهی از حقوق بگیران رده‌های بالا کاملا چشمگیر است. چی؟ چرا انقدر چشمگیره؟ و از همه بالاتر دریافتی رئیس تشریفات است که همه تشکیلات دیوانی پارس یعنی هسته مرکزی شاهنشاهی ایران را زیر نظر داشت. اونجا یک سری افراد بودن، حالا تحت عنوان افراد حکومتی، افرادی که تو دربار شاهنشاهی بودن. چجوری بوده وضعیت دریافتیشون؟ حقوق ماهیانه او یه نفر عبارت است از 5400 لیتر جو، 2700 لیتر شراب، 60 رأس بز یا گوسفند. یه نفر در حکومت هخامنشیان وقتی که بوده، در دربار هخامنشیان بوده، بر اساس الواحی که باقی مونده از دوره هخامنشیان، در یک ماه 560 لیتر جو می گرفته، 5400 لیتر جو می گرفته، 2700 لیتر شراب می گرفته، 60 رأس گوسفند یا بز می گرفته. یه نفر. درست شد؟ خیلی خوب. حقوق خانوما چقدر بود؟ صفحه شماره 61 کتاب ملاحظه بفرمایید. حقوق زن رو در ایران باستان طلب میکنید باش. بانوان خیاط ازشون خبر داریم که هر 30 نفر ماهیانه یک بز یا گوسفند میگرفتن. سی خانوم خیاطی میکردن، در یک ماه بین 30 نفر خانم یه دونه گوسفند پخش میشده، تقسیم میشده. یک نفر از افرادی که نزدیک بوده به حکومت هخامنشیان در یک ماه 5400 لیتر جو میگرفته، 2700 لیتر شراب میگرفته، 60 تا گوسفند میگرفته. حکومتیاشون بوده اینا دیگه، اینا حکومتیاشون بوده. ولی حقوق زنان چی؟ 30 نفر خیاط یه دونه گوسفند در ماه. برید تقسیم کنید یه گوسفند رو به تعداد 30 نفر و به تعداد روزها، ببینید روزی چقدر از اعضای این گوسفند بهش دادن. چون گوشت گوسفند هم نمیتونید، شاید پشم گوسفند هم بعد، استخون گوسفند هم بعد بکشید، ببینید به چند گرم میرسه. اینا تاریخ بدون رو توشه. خب دیگه چی؟ ببینید یک ملاک دارن، اینا من بهتون بگم جلوتر میخوایم بریم، نیاز داریم به این ملاک های سنجشی که اون موقع بوده که من زمانم داره میگذره، میخوام سراغ تماس هم بریم. عزیزانی که به اون 3 سوال قبلی ما میخوان جواب بدن، عزیزان زرتشتی یا موبدان بزرگوار و عزیز که ما درخواست کردیم ازشون تشریف بیارن، میتونن بیان در بخش دوم برنامه جواب بدن نسبت به مسائلی که ما داریم مطرح میکنیم. اگر پاسخی میبینید، اگر فکر میکنید ما اشتباهی داریم میکنیم، حتما بریم اونو ببینید، حتما بیاید توضیح بدید. بریم ببینیم ادامه بحث رو، بعدش میریم یا برنامه میریم سراغ تماس ها و پیامک های شما عزیزان. یه ملاکی رو اینجا آمده است، گفته است بن هست. این میگه مزد کارگران عمدتاً به صورت جنسی پرداخت میشده است، یعنی پول نبوده، جنس یعنی کالا بوده و پایه اصلی محاسبه آن جو و حداقل مزد یک مرد 3 بن جو در ماه بوده است.
حالا بند دارم میگم به خاطر این پاورقی که اومده بود نگاه کردم، بند باید تلفظ میشد. یک بند 10 دقه ظاهرا حالا باشد، دقه هست احتمالا، حالا دیگه نمیدونم تلفظ دقیقی این چه هست، که آخرش بنابراین نتیجه گیری کرده است این یک بند که یک دقه شده است نزدیک به 1 لیتر می باشد که به زحمت از آن نیم کیلو نان میپختند. پس اگر ما آمدیم گفتیم که یک بند سهمیه کسی بوده است، یعنی 1 لیتر یا 1 لیتر جو سهمیه کسی بوده است حدوداً، یا 1 کیلو جو سهمیه یک نفر بوده است. 1 کیلو جو چقدر میشده اون موقع؟ چیکار میکردن باش؟ به زحمت، حالا اون موقعی که داریم میگیم ملاکی که تو این کتاب اومده 1 لیتر اون موقع با الان که متفاوت نیست، به زحمت از آن نیم کیلو نان میپختن. از 1 کیلو جو نیم کیلو نان به زحمت ازش درست میشده. خب حداقل پرداخت، صفحه شماره 61. پایین ترین سطح حقوق یارانه نیستا، حقوقه، یعنی کار میکنه طرف بهش پرداخت میشه. نه ادعا کنی نه این جدایی از کاراش بوده، این یارانه بوده، نه، حقوق. پایین ترین سطح حقوق یعنی 30 لیتر جو در ماه. 30 لیتر جو یعنی 15 کیلو نان میتونستن باش درست کنن. به کیا میدادن؟ به خدمتکارها و پادوها تعلق میگیرن. 30 لیتر جو رو مقایسه بکنید با اون درآمد وحشتناکی که به یک نفر از حکومتی‌های هخامنشیان داده میشد. آقا به اینها که همین حقوق ثابت نبوده، اضافه درآمد هم داده میشده است. بعضیا اومدن ادعا کردن میگن این حقوق حداقل حقوق بوده، اضافه درآمد هم داشته. خب اضافه درآمد چقدر بوده؟ اضافه درآمد هم نگاه کنیم چقدر بوده. مثلا به اون خانوما می‌خواستن اضافه درآمد بدن. همه کارگرانی که حداقل جیره رو میگرفتن به عناوین و مناسبت‌های گوناگون اضافه درآمد داشتن. چطور؟ به طور منظم، شاید هر 2 ماه یک بار پاداش داده می‌شدن که اغلب چی بوده؟ 1 لیتر جو و نیم لیتر شراب یا آبجو بوده. کل اضافه کاری که به اینها میدادن هر 2 ماه یک بار چی بوده؟ اغلب 1 لیتر جو، نیم لیتر شراب. اینم اضافه کارشون بوده. برگردیم دوباره یه بار دیگه ببینیم حالا یه نفر تو حکومت هخامنشیان چقدر حقوقش بود. 5400 لیتر جو بود، فقط یه رقمش ها. 60 رأس هم گوسفند یا بز بود. 2700 لیتر هم شراب بود. 2700 لیتر شراب در ماه برای یک نفر حکومتی در دوره هخامنشیان، برای کارگر بیچاره‌ای که 30 لیتر جو در ماه میگرفته به جای 5400 لیتر جو. ببینید اختلاف حقوق اینجا حدود شاید 14 15 16 17 هزار برابر شاید بشه ها. یعنی بشینید محاسبه کنید چند هزار برابر میشه. یعنی اینا رو بعضی وقتا نباید بگیم، به خاطر اینه که فیش نجومی میگیرن خودشون رو مقدس میدونن در مقابل این فیش حقوقی که اون موقع وجود داشته. دوره هخامنشیان فخر میفروشیم به این عدالت، منصفانه نگاه کنیم به قضایا. بله اتفاقات خوبی هم افتاده در دوره هخامنشیان، هیچ کس نمیتونه منکر اون اتفاقات خوب بشه، ولی این عدالت اگر بوده دوره هخامنشیان، به چی دارید ما رو دعوت میکنید؟ چی دارید تبلیغ میکنید؟ اینو باید مد نظر قرار بدید. خانمای خیاط هم که دیدید، خانم خیاط 30 نفر در ماه یه دونه گوسفند بهشون میدادن. این یک گوشه از تفاوت نظام طبقاتی که در دوره هخامنشیان وجود داشته. خیلی مطالب فراتر از اینه. همین کتاب گنجینه است برای این مسائل و مطالب که حالا انشاءالله در جلسات بعد هر جگاه که لازم شد برمیگردیم این ناگفته‌ها رو بهتون مطرح میکنیم و نمیگذاریم اینها ناگفته تر باقی بماند و پنهان بشود موضوعات مختلفی دیگه هم در کنار اینها. چون فرصت داره میگذره من به همین جا اکتفا میکنم. برخی دیگه از مطالبی که باقیمون رو انشاءالله جلسات بعد خدمتتون به نمایش خواهیم گذاشت و اسنادش رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. میان برنامه ببینیم، بریم سراغ تماس‌های شما. اگر موبد عزیزی تماس گرفته بود قطعا اولویت پیدا میکنه روی خط تشریف بیاره، یا اگر زرتشتی تماس گرفته بود اولویت دارد برای روی خط آمدن برای جواب دادن به 3 سوال و پرسش اصلی این برنامه و بعد از اونم اگر خواست به مسائلی که مطرح کردیم ان شاء الله میپردازن. با ما همراه باشید. يا ربي إن عظمت
فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا مددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا مددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ سوالات شما. ما تماس‌های شما رو هم که سوال پرسیده میشه به صورت صوتی، اونها رو هم در برنامه پخش خواهیم کرد. حالا فکر می‌کنم تو فرمودن از طریق واتساپ دریافت می‌کنین. از طریق واتساپ دریافت می‌کنن سوالات شما رو. فرمودن که سوال صوتی دارن، سوال صوتی رو با هم دیگه بشنویم. سعی می‌کنم برنامه‌های بعدی این سوالات صوتی شما رو هم اولویت بگذاریم، پخش بکنیم و جوابش رو هم ان شاءالله در خدمتتون باشیم. اتاق فرمان پخش میکنید سوال صوتی رو؟ بله بشنویم با هم دیگه. سلام علیکم محضر شما و بینندگان عزیزتون و همچنین استاد حسینی عزیز. ببخشید من یه سوالی داشتم، البته مربوط به برنامه نمیشه. سوالم در مورد زرتشت و دین زرتشت نیست، ولی اگه اجازه بدید میخوام مطرحش کنم و اونم اینه که اگه میشه در مورد حمله اعراب به ایران و اینی که هی میگن امام حسن و امام حسین علیهم السلام در این حمله شرکت داشتن توضیح بدید با یه منبع معتبری که ما بتونیم به این مخالفینی که این حرف رو میزنن نشون بدیم. با تشکر از برنامه خوبتون، ممنونم. در مورد این کوروش کویر رو در مورد این کوروش کویر رو اینی که ایرانی بوده نبوده چی بوده، هم یه توضیح مختصری بدید، اونم باز با منبع که ما بریم اینو بهشون نشون بدیم. متشکرم. ممنونم از شما. سوالی که پرسیدید اسم ایشون رو البته من نمیدونم چون سوال صوتی بود، برادر عزیزمون که سوالو پرسیدن من همینجا جوابشون رو خدمتتون عرض بکنم. پرسیدن گفتن که آیا در حمله اعراب به ایران، اولا اینکه خوبه، من میپسندم از اینکه به جای حمله مسلمان ها به ایران بگیم حمله اعراب به ایران، چون میدونید ما
اونچه که اعتقاد بنده است و اساتید ما هم بعضا تصریح نسبت به این مسئله داشتن و باشون صحبت کردیم، من واقعا معتقد هستم نسبت به این مسئله که داریم میگیم دوره هخامنشیان بی‌عدالتی بر اساس این گزارش ها وجود داشته، ولی شما ظلم هخامنشیان رو به علاوه ظلم تمام حاکمان ظالمی که در یونان بودن، به علاوه ظلم تمام حاکمانی که در کل منطقه اروپا بودن، هر جای دنیا بودن، همینا رو با هم جمع بکنید، به اندازه ظلم برخی از خلفایی که ادعای خلیفه مسلمی بودن رو داشتن نمیرسد. این من دارم تصریح میکنم نسبت به این مسئله من مقوله. نمیتوانند به گرد پای ظلم برخی از کسایی که ادعا داشتن مسلمان بودن، شهادتین هم میگفتن و خلیفه بودن، در دوره بنی امیه بودن، در دوره بنی عباس بودن و غیره، نمیرسن. یعنی این رو من دارم خیلی شفاف و واضح خدمتتون عرض میکنم. به خاطر همین وقتی که شما تعبیر حمله اعراب به ایران رو به جای تعبیر حمله مسلمان ها به ایران استفاده میکنید، من خیلی خوشحال میشم، میفهمم که این عبارت داره کاملا جا میفته. نگیم حمله مسلمان ها به ایران، چون این کار اسلامی بر اساس مکتب شیعی نبوده، بگیم حمله اعراب به ایران و کنار بایستیم، درست بتونیم قضاوت بکنیم این جنگ. سوال پرسیدن آقا امام حسن و امام حسین علیهم السلام در جنگ با ایرانی ها شرکت داشتن یا شرکت نداشتن؟ آقای زرینکوب به عنوان یک کسی که تفکرات شدیدی در گرایش به ایران باستان داشته است، کتابی داره تحت عنوان تاریخ مردم ایران. آقای زرینکوب این کتاب رو نوشته، تاریخ مردم ایران، کشمکش با قدرت‌ها، تعریف دکتر عبدالحسین زرینکوب که انتشارات امیرکبیر هم سال 77 این کتاب رو آمده است و چاپ کرده. صفحه شماره 346 کتاب تاریخ مردم ایران، جناب آقای زرینکوب. ایشون میآید اینجا تصریح میکند در مورد این لشکرکشی ها و جنگ بحث سعد بن ابی وقاص و اینها، میگوید اما خبر این لشکرکشی ها، یعنی لشکرکشی اعراب به ایران، مخصوصا در آنچه راجع به شرکت نوادگان رسول خدا در آن آمده است محل اشکال است و تردیدی که در آن باب شده است از اینجاست. یعنی تردید نسبت به این قضیه وجود داره و به شدت محل اشکال و ایراد این که بیان ادعا بکنن بگن که نوادگان رسول خدا در این جنگ شرکت داشتن. نوادگان رسول خدا منظور چه کسانی است؟ حسنین علیهم السلام، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام. خب این از جناب آقای دکتر زرینکوب. یک زرتشتی هم هست بین محققین زرتشتی، ایشون شخصیت شناخته شده است به خصوص در مباحث تاریخی. کتابی دارد تحت عنوان ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر. ایشون هندی است اصالتا، جناب آقای پیروز بالسارا. جناب آقای عبدالحسین سپهنتا هم کتابشون رو آمده است ترجمه کرده است، از طرف انجمن ایران در بمبئی چاپ شده این کتاب. صفحه شماره 144 کتاب خودشون تصریح میکنند. ببینید، پیغمبر مقدس اسلام و اولیاء اسلام همه نسبت به ایرانیان به نظر احترام مینگریستند، چنان که حضرت محمد سلمان ایرانی را از خاندان خود میخواند و حضرت علی در توصیف ایرانیان میکوشید. حضرت علی، این شخص زرتشتی داره میگه، در توصیف ایرانیان میکوشید، نه جنگ با ایرانی ها. امام حسن و امام حسین فرزندان گوش به فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن. امیرالمؤمنین در توصیف ایرانیان میکوشید، این شخص زرتشتی داره میگه، نه جنگ با ایرانی ها. و مشخص است که آنچه که نسبت داده شده به حضور در مورد حضور حسنین علیه السلام در جنگ ایران جعل است. این که مشخص است. چرا؟ چون همه عبارات شما در آوردیم، نگاه کردیم گزارش ها رو و برامون این مسئله بدیهی شده است و حاضر هستیم در موردش گفتگو هم بکنیم بر اساس مکتب شیعه. در مورد کوروش و اینکه ایرادی بوده است یا نبوده است، گفت فرمودید آیا ایرادی بوده یا نبوده. من فکر می‌کنم سوال شما ایرانی بوده یا نبوده، فکر کردم می‌فهمید ایرادی بوده است یا ایرادی نبوده. در مورد اینکه ایرانی بوده است یا نبوده است پژوهش جدایی من انجام ندادم، ولی انکاری هم نسبت به این قضیه ندارم یا نقطه ابهامی هنوز برای من به وجود نیامده است. آنچه که در مورد زرتشت گفتم به خاطر این بود که محل فعالیت زرتشت در کتاب اوستا ایرانویچ، در این کتاب، در کتاب اوستا، البته این برگردان اوستاست، همه بخشاش توش نیست، ایرانویچ گفته شده است و ایرانویچ مشخصاتش به ایران نمیخوره. در مورد آقای کوروش همچین قضیه‌ای نیست که بگیم آقا یه منطقی فعالیتی داشته است، توصیفاتی که در مورد منطقه فعالیتشون اومده به ایران نمیخورد. ولی
اگر ما بریم سراغ مورخین یونانی، کتاب تاریخ هرودوت، کتاب تواریخ آقای هرودوت که اشاره هم کرده بودن اینها بهش، البته من مستقلاً استناداتی به اینا ندارم، دیدید در مورد هخامنشیان چطوری بحث کردم، بر اساس چه مبانی بود، ولی به عنوان یک گزارش نگاه بکنیم این رو. در کتاب تاریخ هرودوت، این فایل من پی دی اف رو از فضای مجازی گرفتم، کل پی دی افش رو میتونید مراجعه بفرمایید، این رو بگیرید از فضای مجازی ملاحظه بفرمایید. کتاب تاریخ هرودوت جلد اول، ترجمه آقای مرتضی ثاقب‌فر، ایشون آمده است، آقای هرودوت، صفحه شماره 140 ترجمه این کتاب. یک بحثی است در مورد کروزوس و کوروش که کروزوس میاد یه پیشنهادی رو به کوروش مطرح میکنه بعد از اینکه پیروز میشه کوروش و اینها. بخونم عبارتش رو که کامل متوجه بشید جریان از چه قراره، چون تا الان هم هیچ موبد زرتشتی تماس نگرفت یا عزیز زرتشتی پشت خط نیست که ما عجله بکنیم بخوایم صدای این بزرگوار رو بشنویم. با این حال کروزوس غرق اندیشه خاموش بود. سپس با مشاهده تاراج پایتخت توسط ایرانیان به خود آمد. کوروش با لشکریانش حمله کرده است. کروزوس فرمانده طرف مقابل شکست خورده و ایرانی‌ها به تعبیر این کتاب دارن تاراج میکنن اونجا رو. سپس با مشاهده تاراج پایتخت توسط ایرانیان به خود آمد و گفت: سرور من، آیا میتوانم آنچه در دل دارم بگویم یا باید خاموش بمانم؟ به کوروش گفتش که حالا دیگه سرور من چون دیگه شکست خورده است، کوروش غلبه پیدا کرده است بر او، میتونم حرف بزنم؟ کوروش گفت: بی هراس سخن بگو، راحتی حرف تو بزن. و کروزوس پرسید: این انبوه سربازان با چنین حرارتی چه میکنن؟ این سربازان تو که آمدن منطقه ما رو گرفتن دارن چه کار میکنن؟ کوروش پاسخ داد: دارن شهر و اموال تو را تاراج میکنن. کروزوس گفت: نه، آنان شهر و دارایی های مرا تاراج نمی کنند، چون اینها دیگر از آن من نیست، آنها دارن آنچه از آن توست به یغما میبرن. به کوروش گفت: این سربازان تو که رها کردی دارن این اموال رو میبرن، اموال مال من بود، من الان شکست خوردم، الان این اموالی که داره غارت میشه اموال تو کوروشه که داره به غارت برده میشه توسط سربازانت. این گفته کوروش رو به تأمل واداشت. کوروش فکر کردید خب آره، سربازان من دارن این اموال رو میبرن، این اموال رو الان ما به دست آورده بودیم، منم فرماندهشون بودم، ولی سربازانم دارن برمیدارن. فرمان داد سربازان دست از غارت بردارن و کروزوس درخواست کرد نظرش رو درباره این وضع بگوید. و از کروزوس درخواست کرد نظرش رو در مورد وضع بگوید. خب به کروزوس گفت: من اینا رو متوقف کردم، نظرت رو بگو. کروزوس پاسخ داد: چون خدایان مرا غلام تو کرده اند، گمان می کنم وظیفه‌ام آن است که آنچه را که می بینم ممکن است از نظر تو پنهان بماند بیان کنم. بهت مشورت میدم آقای کوروش، من بهت مشورت میدم چیکار کنی. ایرانیان سرشتی خشن دارن. در مقابل کوروش، فرمانده مقابل ایرانی ها، داره این حرفا رو میزنه به گزارش هرودوت در کتاب تواریخ که از مهمترین کتاب‌های تاریخی است که شما بخواید به هخامنشیان و دوره کوروش بپردازید باید بهش مراجعه کنید. مجبوریم به این کتاب هم مراجعه کنیم. نمیگم همه مطالبش درسته، بله، این مورخ ایرانی نیست، نمیگم همه مطالبش درسته، ولی این یه گزارش تاریخی. ایرانیان سرشتی خشن دارند و دستی تهی. جلو کوروش داره میگه ایرانی ها هم وحشی هستند هم گدا. نگاه کنید: اگر اجازه دهی هر چه میخواهند تاراج کنند و ثروتی کلان به دست آورند، باید انتظار داشته باشی آن کس که بیش از همه برداشته است به زودی اولین یاغی علیه تو باشد. اتاق فرمان زرتشتی تماس گرفته؟ فرمان خیلی. اکنون اگر گفته هایم را میپسندی، نگهبانی بر دروازه ها بگمار تا غنایم کلانی را که سربازان به دست آوردن از آنان باستانند. به کوروش گفت: مردم ایران، ببینید تعبیری جلو کوروش، مردم وحشی هستن و مردم گدایی هستن. نگهبان بذار، اینا سربازانت که از دروازه ها خواستن برگردن غنیمت رو ببرن، این نگهبانا غنایم رو بگیرن و بگویند، به دروغ بگن، 1/10 آن خاص زئوس هست. زئوس خاص خداست. 1/10 اموال از مردمم بگن که مال خداست. بدین گونه سربازانت کینه از تو به دل نخواهند داشت. کوروش بیا بگو خدا خواسته اینا رو دیگه، که از تو هم کینه به دل نگیرن که مال آنها رو به زور ستانده ای
و این را وظیفه دینی خواهند پنداشت و داوطلبانه خواهند داد. خب جلو کوروش این حرفا رو زد. بر اساس این گزارش عکس العمل کوروش چه بود؟ کوروش از این اندرز که آن را بسیار بجا دانست بسیار خوشنود شد. بریم سراغ تماسا. تماس اول آقای دماوندی از گرگان. سلام علیکم و رحمت الله. آقای دماوندی ما صدای شما رو نداریم. فقط از طریق سایت دارید میبینید. فقط لطفا صدای بنده رو دیگه از طریق تلفن بشنوید. آقای دماوندی، آقای دماوندی عزیز صدای ما رو دارید؟ خیلی خب، چون زیاد منتظر بودن آقای دماوندی، اگر شد یه جوری من تنظیم میکنم که سریعتر تماس بعدی رو بگیریم، ایشون بتونن مجدد روی خط تشریف بیارن. آقای شادفر عزیز سلام علیکم و رحمت الله. آقای شادفر، آقای شادفر صدای ما رو ندارید؟ و اگر صدای من ایشون ندارن، آقای شادفر، آخه چقدر با تأخیر دارید صدای منو میشنوید؟ آقای شادفر از طریق تلفن صدای منو میشنوید فقط لطفا. الو. سلام علیکم و رحمت الله. آقای شادفر. آقای شادفر خیلی با تأخیر دارم. اتاق فرمان بفرمایید. بذار من این نکته رو توضیح بدم تا تماس آقای شادفر درست وصل میشه و ایشون هم فقط از تلفن صدای ما رو میشنون که رفت و برگشت حذف بشه. توی این پیامک ها و سوال ها یه نکته‌ای که وجود داشت این بود که در ایران باستان خب چند نوع، این سوالی بود هفته قبلم مطرح شده بود ولی مرتبط با این مسئله هم هست. پرسیده بودن که آقا در ایران باستان خب چند نوع مراسم برای مرده ها برگزار می شده؟ یکیش دخمه گذاری بوده است، یکی دیگه دفن کردن بوده. من دوباره اینو عرض بکنم خدمتتون. اصلا مسئله من قضیه ایران باستان نیست. بله در ایران باستان با مرده ها چند نوع برخورد می شده است، اما آنچه که در آیین زرتشت آمده است، دخمه گذاری است. من با سایر آیین ها کار ندارم، من با اون کسی که زرتشت رو قبول نداره کار ندارم. من میگم هخامنشی‌ها اگر زرتشتی بودن به این کار، به این سنتی که در اوستا ادعا شده است که حرف اهورامزدا حرف خداست، اعتنایی نکردن و دلیل چراییش رو پرسیدم. آقای شادفر سلام مجدد. سلام علیکم. من صدایی ندارم از استاد حسینی. الان صدای بنده رو دارید آقای شادفر؟ همچنان صدای ما رو ندارید؟ امشب جالب شده این تماسارم. اتاق فرمان چه کار کنیم؟ آقای دماوندی رو میشه بگیرید مجدد؟ اتاق فرمان آقای دماوندی، چون فکر می‌کنم تقصیر من بود، خیلی بنده خدا منتظر موند آقای دماوندی. آقای شادفر صدای منو ندارید همچنان؟ حتی تنها جوابی که میتونیم بشنویم اینه که بله صداتون رو داریم، چون نشنوه که نمیتونن جواب بدن. آقای شادفر، اتاق فرمان تلاش ما اینجا بی‌نتیجه است. آره با شادفر، آقای دماوندی چون چند بار اتاق فرمان تو گوش من. سلام علیکم. من صدایی ندارم از استاد. الان هم ندارید آقای شادفر؟ اگه الان هم دیگه صدا ندارید ما ناامید بشیم از این تماس. خب ظاهرا صدای منو همچنان ندارن. ممنون از شما آقای شادفر. حالا از گیرنده اگر ببینید متوجه میشید که ما صدای شما رو داشتیم، شما صدای ما رو نداشتید متاسفانه. سه سوالی که مطرح کردیم رو باز نیاز نیست تکرار بکنم. مراجعه بفرمایید فایل قبلی، فایل برنامه که روی سایت شبکه ولیعصر بارگذاری شده رو ببینید. دونه دونه این سه سوالی که مطرح کردیم، اسنادی که برای این سوال ضمیمی کردیم اونجا موجوده، میتونید مراجعه کنید ببینید و بشنوید. اتاق فرمان وصل شد تماس آقای خب ظاهرا حالا مشکل داره بحث تماس امشب. یه نفر رو خطه توی استودیو ها، صدا ندارن ایشون. خب از پیامک اگه زحمت بکشید برای ما بفرستید. آنچه که گفته شد در خصوص داریوش بوده است، نه در مورد کوروش. بله در مورد داریوش این کتاب که نوشته شده، این کتاب از زبان داریوش به بحث حکومت داری یک برهه و دوره از هخامنشیان پرداخته.
خود آقای داریوش از پادشاهان دوره هخامنشیان بوده است. بله، این یه بخشی از دوره هخامنشیان از برجسته ترین پادشاهانشون داریوش بوده است. پرسیدن گفتن در مورد زرتشت کتاب معرفی کنید. ببینید اگر شما شناخت تعالیم زرتشت رو میخواید، من همین کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان رو توصیه میکنم نگاه کنید ببینید چه مطالبی رو گفتن از جانب زرتشتی اگر میخواید. ولی اگر نه، شما منظورتون اینه که کتاب معرفی کنید برای زرتشتی، یعنی برای نقد زرتشتی یا شناخت زرتشتی از زاویه دید مثلا یک مسلمان و شیعه، من کتاب دوست عزیز و استاد بزرگوار جناب آقای موحد فاطمی رو به شما توصیه میکنم، کتاب راه راستی. کتاب مناسبی است، به راحتی هم قابل دسترسی است، برای تهیه‌اش میتونید اقدام بکنید. تعداد صفحاتش حدود 300 صفحه است. این کتاب جناب آقای موحد فاطمی نوشتن، فروش اینترنتیش هم تو سایت راه راستی گذاشتن، مراجعه بفرمایید. اونجا در 12 فصل آمدن مطالبی رو ارائه دادن که مطالب خوبیه. مراجعه کنه به این شخصی مراجعه کنه به این میتونه به راحتی دسترسی در مورد به راحتی کلیاتی که لازم هست در مورد زرتشتی‌ها و تفکرشون بدونه رو متوجه بشه. در مورد برخی دیگه از تعالیمشون زرتشتی کتاب مجزا نوشتن. مجزا مثلا در مورد نماز کتاب جدا نوشتن، اگر کسی میخواد اون رو بدونه. کلا 2 دقیقه فرصت داریم، پس کتاب جدا نوشتن برای پاسخگویی تحت عنوان پاسخگویی به اتهامات. زرتشتی نوشتن پاسخ به شبهات، یعنی نسبت به سوالات و شبهاتی که در مورد زرتشتی ها هست آمدن پاسخ دادن. یه دونه از کتابشون تحت عنوان پاسخگویی به اتهامات هست که حالا چاپ شده منتشر شده، الان هم قابل دسترسی است، میتونید تهیه بکنید. یه کتاب دیگه زرتشتی ها دارن در مورد تعالیم خودشون اومدن دفاع کردن، بدانیم و سربلند باشیم، فشرده از آموزش های دینی زرتشت. جناب آقای دکتر منوچهرپور این کتاب رو نوشتن، تعالیمی که زرتشتی ها باید بدانند، و حالا بخشش هم در مورد جشن هاست، بخشش در مورد اوستاست توضیح دادن. اینجا هیچ ابایی نداریم از اینکه اینا رو ما منتشر بکنیم یعنی که تبلیغ بکنیم برید بخونید برای قضاوت درست، برای قضاوت بهتر. اگر زبان اوستایی رو خواستید بشناسید، کتاب جناب آقای بهنام مبارکی عزیز و بزرگوار، زحمتشون هم دادیم چند بار برای تهیه کتاب ها، آموزش نشانه های اوستایی رو میتونید تهیه بکنید برای یاد گرفتن نگارش خط اوستایی. اینجا خوب توضیح داده، بد نیستین، روش نگارششون آموزش دادن. فکر کنم تنها کتابی هم از آموزشی با این سبک و شیوه در مورد خط اوستایی که تو بازاره، من گشتم فقط این کتاب رو تونستم پیدا بکنم. البته در کنار این کتاب همین کتاب زرتشت و مزده هستن جناب آقای موبد کوروش نیکنام هم هست. این مفصل تر پرداخته به بحث اعتقادات زرتشتی ها، ولی غالبا همون مطالبی است که در سایتشون اومده و پرسش و پاسخ ها 600 و خورده ای صفحه است. این کتاب هم که دیگه هر چی کتاب اینجا بود ما دوباره مرور کردیم، هر چی توی استودیو آورده بودیم. از زبان داریوش هم که پی دی افش رو میتونید تهیه بکنید. این همین کتابی که امشب من نسبت بهش استناد کردم، ترجمه جناب آقای پرویز رجبی، خیلی کتاب مهمیه، نگاه بکنید، حقیقتا ذهنتون رو تغییر میده در مورد بسیاری از اتفاقاتی که در تاریخ بوده. امشب مثل شب‌های قبل هیچ موبد عزیز زرتشتی تماس نگرفتن. این خوب نیست. ما دوست نداریم که اینجوری برنامه‌مون پیش بره. برخی از عزیزان به ما میگن که آقا یه طرفه نباشه بحثتون، طرف مقابلم بیاد. خب وقتی که نمیان موبدان عزیز زرتشتی برای گفتگو، من چیکار بکنم؟ من آیا باید برم یه موبد مثلا بسازم بیارم بحث بکنیم که در توان ما نیست؟ ولی استدعا میکنیم، ببینید دیگه از این بالاتر، از کسانی که سطح اطلاعات خوبی دارن، موبد هستن و میتونن در گفتگوهای علمی بدون اون جنگ‌ها و دعواهایی که برخی‌ها مطرح میکنند و کار به بی‌ادبی و فحاشی خدای نکرده میکشه، میتونن بحثا رو بیان نقد بکنن، گفتگو بکنن، به سوالات ما پاسخ بدن. واقعا دعوت میکنم که تشریف بیارن روی برنامه، چون ما کارمون رو متوقف نخواهیم کرد. ما چه پاسخی نسبت به مواردی که مطرح کردیم باشد چه نباشد، سیر کار خودمون رو ادامه خواهیم داد. فرصتی هم دیگه باقی نمونده. اتاق فرمان چند بار فرمودن، دوست داشتن تماس‌های بیشتری رو داشته باشیم، نه فقط یه تماس صوتی و پیامک از جانب به خصوص مخالفین. ان شاءالله در برنامه بعد شنونده مطالب عزیزان و موبدان زرتشتی هستیم و خواهیم بود. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. التماس دعا. یا علی مدد. خدا نگهدار.